الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه چلوم یا که چهلوم از آموزش کلمة التوحید، کلمة الطیبه، کلمة الصدق، لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه بنده و رسول الله هستند. پس در این حلقه هم موضوع ما در شرح و توضیح و بیان باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط سومی صحت لا اله الا الله دارد که این صدق است. ما در حلقه گذشته به شما بیان نمودیم که صدق احوال مردم با همراهی صدق نسبت توحید 6 نمود است. نمود اول این است که کسانی هستند که با زبانشان و با باطنشان و با عملشان تصدیق کرده اند و صدق را عمل نمودند که اینها مؤمنانند، و این چنین کسانی هستند که با ظاهرشان تصدیق کرده اند اما با باطنشان دروغ شماریده اند و تکذیب کرده اند. و قسم سوم کسانی هستند که با ظاهر و باطن تصدیق نموده اند اما با عمل تکذیب نموده اند، عملشان ضد تصدیقشان برآمده است. و کسانی هستند که با باطنشان تصدیق نموده اند اما با ظاهرشان تکذیب نموده اند. و این چنین ششمش که پنجمش رو بیان کردیم کسانی هستند که اونها با ظاهر و باطن گمان میکنند که تصدیق کرده اند اما عملی انجام داده اند که این تصدیقشان را شکسته است، که این البته انجام دادن نواقض الاسلام است. بارک الله فیکم. و این چنین به شما بیان نمودیم که در حقیقت فرق بین صدق و تصدیق چیست و مقصد ما در مسئله شرط لا اله الا الله کدام این است که ما بیان کردیم صدق قلبی و ملزمش زبانی است. بارک الله فیکم. و در این حلقه چهلم دو سه مسئله آخرینی که باقی مانده در مسئله صدق است به شما صحبت خواهیم نمود. مسئله امروزه اولش این است که امورهای یا عملهای یا چیزهایی که صدق را نابود می کند، چیزهایی که صدق را می شکند. اولین چیزی که اولین امری که صدق انسان مؤمن را نابود می کند، می شکند، این انجام دادن یا که واقع شدن یا که مرتکب شدن به نواقض اسلام است که انسان را، صاحبش را از ملت اسلام از ملت اسلام بیرون به ملت کفر می کند. به مانند شرک، انجام دادن شرک در عبادت یا که شرک در حکم، به مانند حکم بغیر ما انزل الله کردن، یا که تشریع، یا که حلال دانستن چیزهای حرام یا که حرام دانستن چیزهای حلال،
یا که شرک در طاعت یا که در تحاکم، همه این نمود صدق انسان را می شکند و نابود می کند و اصل صدق را نابود می کند. وقتی که اصل صدق نابود شد، انسان از ملت اسلام بیرون می شود و کافر خواهد شد، زیرا اصل صدق که این صدق قولی القلبی هست و این چون اقرارش با زبان و تصدیق هست، وقتی که نابود شد، شرط لا اله الا الله، شرط کلمه توحید نابود می گردد و انسان کافر خواهد شد. و دومین نمودی چیزی که صدق را می شکند و نابود می کند، این همان است که انجام دادن یک فعلی که دلالت کننده به تکذیب باشد. یعنی یک انسان خود را مسلمان بگوید و بعد از این یک عملی را انجام بدهد که این عملش به ما نشان بدهد که گفته شهادت لا اله الا الله و صدقی که دارد دروغ است. یعنی به عمل نشان بدهد که صدق ندارد، به عملش دینش را دروغ شمارد. اینها به مانند کسانی که دشمنی به اهل ایمان دارند، یا که دشمنی به دین و اهلش دارند، یا که بغض و عداوت نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، یا که کافران را تولی می کنند، یعنی دوستداران و دوستان کافرانند و کمک مشرکین و کافران را بر ضد مسلمین می کنند، یعنی به کافران و مشرکان کمک می کنند تا که مسلمان ها را اذیت بدهند. و از همین از قول الله رب العزة والجلال در سوره مائده و 81 که الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. اگر اینها با الله و به نبیش رسولش محمد صلی الله علیه و سلم و آن چیزی که به این رسول الله نازل شده است، یعنی قرآن، مؤمن می بودند و ایمان آورده می بودند، هیچگاه کافر و مشرک را اولیای خود، دوست خود قرار نمی گرفتند. یعنی کسی که به الله و رسولش و به کتابش ایمان آورده است، هیچگاه در حالت مؤمنیش کافر و مشرک را دوست خود نمی گیرد و بر ضد مسلمان به اونها دوستی نمی کند. پس این دومین نمود بود. سومین نمود شکننده صدق این ممتنع از شریعت است. ممتنع یعنی که کسی که خودش را از شریعت عمل کردن یا که انجام احکام شریعت باز می دارد، به مانند ترک کننده عملهای شرعی، تارک الاعمال میگن، یعنی کسی که تماما عملی خیری را انجام ندهد، یا که تارک الصلات، یا که ترک کننده باقی مانده از فرایض‌های و شرایع اسلام. این چنین عملها هم شکننده صدق است، اصل صدق است، البته کفر است. الله رب العزة والجلال در سوره النور آیه 47 میگوید ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. یک عده وجود دارند از مردم، یک عده مردم، یک گروه از مردم میگویند که ما ایمان به الله آوردیم، ایمان به رسول الله آوردیم و اطاعت الله و رسولش را میکنیم، و بعد از یک وقت میبینید که یتولی فریق منهم، یک فرقه از این گروه روی میگردانند از دین. بعد از اینکه ایمان آورده بودند، بعد از اینکه ما ایمان آوردیم، مؤمنیم گفتند، بعد از این روی میگردانند. یتولی
یعنی روی گرداندن معناش این است که یتولى معناش این است که به زبان میگن که ایمان آوردیم اما هیچ گفته های شریعت را انجام نمیدهند، نه به نهیش و نه به امرش، نه به اصولش، نه به فروعش. الله میگه که و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمنان نیستند، اینها مسلمانان نیستند. پس اینها کسانی هستند که سخن گفته اشان را به عمل تصدیق نکردند. به زبان گفتند که ایمان آوردیم اما به عمل تصدیق نکردند. پس عمل این ملزمات صدق است. حالا ما بیان میکنیم که چی چیز لازم است که با همراهی صدق باشد. ما از کجا میفهمیم که یک انسان صدق دارد یا ندارد؟ این عمل است. پس کسی که عمل را انجام نمیدهد وصف منتفع به کلمه توحید، یعنی وصف فایده گرفته از کلمه توحید را به اون داده نمی شود. کسی که عمل ندارد از این کلمه توحیدی که گفته است هیچ فایده نمی گیرد. و البته به شما در حلقه های گذشته که بیان نمودیم یا که سخن اهل علم را به شما بیان نمودیم در مسئله صدق که چی می گفتند، و یکی از این سخن ها این بود که سخن زید ابن اسلم بود که می گفت لابد ان تعمل عملا تصدق به ایمانک. ضرور است که تو یک عمل را انجام بدهی که یک عمل را عمل بکنی که با این عملت ایمانت را تصدیق بکنی. یعنی عمل ایمان را تصدیق میکند. وقتی که ایمان را به زبان گفتید باید به عمل تصدیق بکنید. وقتی که عمل نکردید ایمان وجود ندارد. چه خیلی که را گفتیم به شما سوره نور آیه 47. و این چون سخن عزای رحمه الله به شما ذکر شد که گفتند فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى. هر کسی که به زبانش ایمان آورد و به قلبش شناخت و فهمید و این زبان و ایمانی که به زبانش آورد و به قلبش شناخت همین را تصدیق به عمل کرد، پس این عروة الوثقى را گرفته است، راه نجات شدیدی را گرفته است. و این سومین نمود شکننده و نواقض صدق بود. و چهارمین نمود شکننده و نواقض این یعنی صدق این بدبینی و بغض و عداوت به چیز از دین، به آن چیزی که سید المرسلین محمد صلی الله علیه و سلم آورده اند بغض و عداوت کردن. البته این شکننده و نابود کننده و نواقض اصل صدق است و نابود کننده شرط سوم صحت لا اله الا الله است. هر کسی که به یک چیز از چیز دین، به یک مسئله از مسائل دین بغض و عداوت و دشمنی بکند، به آن چیزی که رسول الله آورده اند از هدی و منهج و سنت صلی الله علیه و سلم، هر چی که آورده اند بغض و عداوت و دشمنی بکند، پس بدانید که این انسان اصل صدقش شکسته است. البته به نواقض الاسلام گرفتار شده است. اصل صدقش شکست، شرط لا اله الا الله نابود شد. شرط لا اله الا الله که نابود شد کافر شد. و البته این بغض و عداوت شکننده اسلام است، اصل ایمان را نابود میکرد و کفر اکبر است. همه این شکننده هایی که ما به شما ذکر نمودیم و همه این 4 قسمی که ذکر کردیم نابود کننده های صدق، این نابود کننده این چنین اصل ایمان است و کافر کننده های انسان است. و البته این نوعی که ما به شما ذکر کردیم بغض و دشمنی با آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند و یا چیزی بر دین، این کفر و غیر این درجه های خود را دارد. درجه اول این که صاحب این چنین انسان تکذیب کننده، دروغ شمارنده حقیقتا است که به باطنش و به ظاهرش تکذیب میکند، دروغ میشمارد. و گروه دوم این چنین است که به درونش تصدیق میکند اما ظاهراً به یگان عملش تصدیق باطنی خود را دروغ میکند، مکذب، تکذیب میکند، دروغ میشمارد.
به مانند کسی که میگه الحمدلله ما مسلمانیم، ما ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، به قرآن ایمان داریم، میگوید وقتی که به عملش مینگرید میبینید که تمام امرش و حکمش و زندگیش و وقتش ضد سنت و منهج و حکم الله و رسول صلی الله علیه و سلم است. قسم اول باشد هم باطنا و هم ظاهرا البته مکذب است، دروغ میشمارد، به مانند ملحدین و کفاری که از سبب عمد یا که جهل و شک و شبهه بغض و عداوت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارند و دشمنی میکنند و دروغ میشمارند. اما قسم دیگر است که خود را مسلمان میدانند، به زبان هم به دل هم، اما وقتی که عملشون را نگاه میکنیم میفهمیم که عمل اونها عملشون نشان میدهد که اینها بغض عداوت بر دین دارند. به مانند امروز بسیار حکام مرتد که مرجعه ها ولی الامرش میخوانند، البته این یک عقیده باطل مرجعه هست که حاکمان دموکراتی را ولی الامر میگند. البته این چنین نیست، اینها صدقه ولی الامر شود، اینها ولی الامر نیست، اینها ولی شیطان است که میگوید که من مسلمانم، من رسول الله را قبول میکنم، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید، اما وقتی که میگید میگوید حجاب از ما نیست. وقتی که میبینید نماز را در مساجد منع میکند، وقتی که میبینید مسجد را نابود میکند، مسجد را به رقصخانه تبدیل میکند، اعوذ بالله من ذلك و من یمنع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. و یا که میبینید که بغض و عداوت به ظاهر سنتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، بریش به طرز موگذاری رسول الله صلی الله علیه و سلم، به طرز لباس پوشی، به طرز کوتاه کردن شیم، به همه اینها بغض عداوت دارد، در حالتی که این ریش ماندن شیم را یا که ازار را مرد کوتاه کردنش یا که زن نقاب پوشیدنش، حجاب پوشیدنش، لباسش سیاه پوشیدنش هیچ دخالت نه به حکومتش نه به بایگریش به هیچ چیزی اون بدبخت لعین ندارد. اما این لعین، این لشکری شیطان است و این بغض و عداوت و دشمنی بر شریعت دارد و این کافر مرتد است و هیچ شک شبهه نیست. پس این یک نمود دیگرش. و نمود دیگری این دشمنی و بغض و عداوت این است که یا که فعلش دلالت به تکذیب عملی میکند. مثلا یک کس یک عملی را انجام بدهد که این عملش نشان بدهد که صاحب همین عمل مکذب است، یعنی دروغ شمارنده است و تصدیقش دروغ است. سبحان الله، این چنین انسان هم وجود دارند، به مانند کسانی که ادعا میکنند به تصدیق کردن رسول الله، میگن ما تصدیق میکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما رسول الله را دوست داریم، اما وقتی که میبینیم بعد از کمی این مرد استهزاء به رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند و قدر ندانی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند و نابینایی و بی احترامی به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به سیرتش و به جهادش صلی الله علیه و سلم میکند، یا قصداً جدی یا که از باب هزل و شوخی. در هر دو حالت هم این کفر است و صاحبش کافر میشد، برای آنکه شریعت اسلام هزل و شوخی را نمیبردارد. پس هر کسی که این چنین عمل را انجام داد، در حقیقت این انسان همچون یک انسانی دروغ شمارنده دین و همچون مکذب دین شماریده می شود و با این عملش فهمیده می شود که این انسان تصدیقش نابود شد، تصدیقی که داشت نابود شد. بارک الله فیکم. زیرا که هر کسی که میگوید که من صدق دارم و تصدیق کرده ام، به اون میگوییم که البته از بزرگترین لوازمات تصدیق، از ضروریات تصدیق، این انقیاد است، پا برجا بودن به عمل است و عمل را انجام دادن است و بزرگ شماریدن الله و رسول دینش است و اکرام و احترام است. البته اکرام و احترام الله، رسولش، دینش.
مقتضای صدق، مقتضا و معنای صدق انمین طاعت الله، انقیاد بر الله، بر رسولش و ایمان و تعظیم و بزرگشماری انمین است، انمین صدق است. برای همین ابوبکر را رضی الله عنه را لقب به صدق داده شد، صدیق. این فقط یک مجردی، به خاطر یک مجردی تصدیق کردن ابوبکر صدیق نبود، به خاطر فقط ابوبکر پیامبر صلی الله علیه و آله را فقط تصدیق کردند، به خاطر همین ابوبکر را تصدیق کردنش فقط صدیق نگفتند، بلکه ابوبکر صدیق با وجود پیامبر را تصدیق کردنش اینچنین در پهلویش مقارن عمل را انجام داد که این عملش دلالت کننده به صدقش بود، دلالت به تصدیق کردنش بود و خاکسار و خضوع و ذلت را در نزد شریعت و به الله و رسولش نشان داد و انقیاد داشت و شریعت را و شرع الله را بزرگ شمارید. سبحان الله، امروز چقدر بسیارند کسانی که میگویند لا اله الا الله، در حالت میبینید که این دروغ شمارنده دین است و هیچ تصدیق در حقیقت شریعت را ننموده است. سبحان الله، خود نظر بکنید چقدر انسان ها لا اله الا الله میگویند. وقتی که نظر میکنید در زندگیش و به عقیدهش و رفتارش، بعد میبینید که به حقیقت امر موافق نیست و دروغ شمارنده لا اله الا الله است، صدقش را به عملش دروغ شمارده است. برای همین علما میگن هدایت یافتگان اینها کمند و قلیل من عبادی الشکور. چخیلی که علمای اهل سنت و الجماعت میگن همیشه در قرآن و سنت ذکر شده است که اهل هدایت و اهل حق کمند، طائفه اند و دنیا همیشه گمراهان، مبتدعان، کافران زیاد است، در دنیا زیاد است. پس چقدر انسان‌های زیاد هستند که لا اله الا الله میگن، در حقیقت میبینید از جانب دیگر که دروغ شمارنده لا اله الا الله است و هیچ صدقی در حقیقت ندارد. میبینید که کفر را انجام داده است، به مانند پرستندگان قبور، عباد القبور. امروز چقدر عباد القبور، قبر پرستان لا اله الا الله میگن و بعد از یک کمی میبینید که در گرد قبر طواف دارند. رافضه هم لا اله الا الله میگن، در گرد قبر طواف دارد. صوفی های قبر پرستان هم لا اله الا الله میگن و در گرد قبر طواف میکند. یا به مانند تحاکم کنندگان به طاغوت، کسانی که مسئله ها و مشکلی خود را در نزد طاغوت حل میکنند و به شریعت سرخم نمیکنند، سود خود را به شریعت نمیارند، بلکه سود خود، مشکلی خود را به حکم طاغوت و بندگان مفلس کفار به حکم آنها مسائل خود را حل میکنند. یا که از شریعت الله روی میگردانند، اعراض میکنند، یا که موده و دوستی و محبت به کفار میکنند. حتی بعضی انسان ها امروز وجود دارد که با کفار دوستی میکند و همان قدر دوستی کرده است که هر کسی که کافر را بد میبیند، این همون انسان را بد میبیند. شما تأمل بکنید سخن من را که امروز بعضی از انسان های هستند که میگن لا اله الا الله، میگن که من مسلمانم، اما هر کسی که کافر را بد میگوید همون را بد میگن. میگن کافر را بد نگو، کافر را کافر نگو، کافر را به غیر نامش میگذارند. میگن این کافر را کافر نگوید، دیگر چیز بگید، بلکه بگوید اینها دیگرانند. کافر نگوید، اینها دیگران. ما مسلمان، اینها دیگران. ما مسلمان، اینها بدین. ما مسلمان، اینها صاحبان دینی آسمانی و به نزدیک کردن این دین ها، تقارب الادیان کوشش میکنند و کوشش میکنند که با همراهی اونها با یک دولتی، در یک دولت دموکراتی کفری زندگی بکنند، حوار بکنند، همراه باشند، تقریب بجویند. و باید دانسته شود که همه این عملها دینش را فاسد کرده است و ایمانش را شکسته است و اسلامش را باطل کرده است و توحیدش را دروغ کرده است و کذب توحیده. سبحان الله. و انمین نمودهایی که به شما ذکر نمودیم، اینها همه اش شکننده ها و نابود کننده های و نواقض الصدق است که این 4 نمود را به شما ذکر نمودیم. بارک الله فیکم. پس این بود
حلقه امروزه و من فکر میکنم که یک حلقه دیگر در مسئله صدق باید صحبت بکنیم. چرا بعضی از مسائل نسبت صدق هم وجود دارد، به مانند آن چیزهایی که با همراهی صدق بودنش ضرور است و صدق به این چیزها به وجود نمیاد. این را به زبان عربی میگن لوازم الصدق، چیزهایی که لوازم الصدق است. و طلبات صدق و علاقه صدق به بقیه شروط، شرطهایی که هست. البته این موضوعهای بیناد مهم است. فرق بین صدق و یقین و متعلق صدق و البته کمی صحبت باید در وصف اتصاف صفت دادن الله به صدق و یک کمی در مسئله عقیده مرجئه، کرامی، جهمی در مسئله صدق و ایمان. البته این 4-5 مسئله باقی مانده است و در این مسئله ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده، در حلقه 41 به شما صحبت خواهیم نمود. در حقیقت در مسئله صدق ما بینهایت زیاد صحبت داریم. حالا شاید 9 یا 10 حلقه در مسئله صدق باشد یا که 7 یا 8 باشد، والله اعلم. لیکن باید بدانید که در حقیقت این شایسته سخن است و در این مسئله باید ما زیاد صحبت بکنیم، زیرا که این مسئله به مردم چنانه که باید رسد، چنانه که باید پهن شود نرسیده است. پس از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که ما را از جمله صادقان و مخلصان و یقین داشتگان بگرداند و از شک و ریب و جهل و جهالت و دروغین ما را نجات بدهد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب